آنها با آرزوهای تو میخندند تا وقتی که میتوانی از آرزوهایت پول کار کنی. وقتی شما یک ایده یا آرزوی کلانی را با دیگران نقل میکنید، ممکن است بعضیها آن را مسخره کنند یا به شما باور نکنند. بسیار شخصان موفق در آغاز با چنین واکنش‌ها روبرو شدند. اطرافیان به آرزوهایشان میخندیدند یا میگفتند این تصورات خام است. اما همین که به مهنت خود آرزویتان را عملی سازید و از آن درآمد یا نتیجه نمایان به دست آرید، همان افرادی منتقی تغییری نظر میکنند. مثلا یک صاحبکار را گیریم. در اول به ایده تجارتیش خندیدند، ولی وقتی تجارتش رشد کرد و درآمد آورد، دیگران حتی هوس خوردند. پس اگر به آرزوی خود صدقاً باور دارید، از خنده دیگران نترسید. آرزوهایتان را پیگیری کنید و زحمت کشید. روزی میرسد که نتیجه ها به همه حق بودن شما را نشان میدهند و حتی مسخره‌چیان شما را تحسین خواهند کرد. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.